خانم سفیر، میتوانید با ما بگویید که همکاری بین سازمان شما و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چگونه ادامه دارد؟ We already signed a memorandum of understanding with the Ministry of Interior Affairs in 2011. باید بگویم که همکاری ما با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2011 شروع و اون زمان سند حسن تفاهم میان حکومت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا شروع شد. از سال 2014 برنامه تجدید ساختار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصویب شد. همکاری ما برای تغییر فعالیت میلیسای تاجیک شروع شد. فوریه سال جاری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در جلسه کمیته امنیتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وینا شرکت داشت و در سخنرانیش پیشرفت‌ها و مشکلات در تجدید ساختار میلیسای تاجیک را مطرح کرد. لطفاً با ما میگفتید که تجدید میلیسای تاجیک اساساً کدام بخش ها را در بر میگیرد؟ САՂА اساساً در تهیه قانون به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کمک میکند، خصوصاً در تهیه قانون پلیس. همچنین ما میخواهیم به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در زمینه همکاری با جامعه مدنی تاجیکستان کمک برسانیم. زیرا این همکاری برای بلند برداشتن اعتماد اهالی در کار وزارت بخصوص در آشکارسازی جنایت‌ها خیلی مهم میباشد. این کار طول چند سال ادامه دارد و ما مطمئنیم که توانستیم پل را در میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و جامعه تاجیک بنیاد سازیم که برای ادامه تجدید ساختاری این وزارتخانه در سالهای من بعد مساعدت میکند. خانم سفیر، رسانه‌های تاجیکستان پیوسته خبر می‌دهند که در مدت‌های نزدیک میلیسای تاجیک به پلیس تبدیل می‌شود. می‌توانید بگویید که از روی اطلاع شما این کی صورت می‌گیرد؟ درباره تغییر اسم میلیسیا به پلیسیا باید بگویم که باید اول ایمیج ماموران انتظامی تغییر یابد. طبق توافق ما برنامه تجدید ساختار وزارت کارهای داخلی باید تا سال 2020 انجام یابد. امیدوارم تغییر نام هم در این دوره صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی خود میخواهد فسادکاری، سوء استفاده از مقام و نقض حقوق شهروندان از بین برود. خودی ساختارهای انتظامی تاجیکستان به حل این مشکلات علاقمند هستند. در کنار تغییر نام وزارت کارهای داخلی میتواند تفکر کارمندانش را تغییر دهد. اگر مامور پلیس کار خود را دوست دارد، وی قادر است به تمام مشکلات اهالی رسیدگی کند.